در مجلس حساباتی انتخاباتی تشکیلات ابتدایی عرفان سرایوسط معارف شهر دوشنبه روبرت کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان معاون رئیس شهر دوشنبه روبرت کمیته اجرایی حزب در شهر دوشنبه و ناحیه شامنصور و فعالان ساحه معارف پایتخت اشتراک نمودند. سیاست خردمندانه و معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با برنامه حزب خلقی دموکرات تاجیکستان طبعا بوده تطبیق کننده این سیاست در ساحه معارف ساختارهای مربوطه ساحه به حساب می‌روند. گفته شد که سرایوسط معارف شهر دوشنبه همچون ساختار تطبیق کننده سیاست دولت در ساحه معارف پایتخت که همچون ساحه افضلانه کشور محسوب می‌یابد 33 نفر کارمندان را که همه‌شان اعضای حزب خلقی دموکرات تاجیکستان میباشند در تشکیلات ابتدایی عرفان متحد نموده است. ضمن حسابات رئیس تشکیلات ابتدایی عرفان قید کرده شد که سالهای آخر با مقصد جاری نمودن نوگانی متصل و اداره‌کنی وابسته به وارد شدن به فضای یگانه تحصیلات جهانی و از خود نمودن علم معاصر یک سلسله سندهای مهم دولتی قبول گردیدند که جهت عملی گرداندن هدفهای سیاسی آن از جانب تشکیلات ابتدایی عرفان تدبیرها اندیشیده شده است. تشکیلات ابتدایی عرفان در فعالیت خود در دوام یک سال از ماه ایونی سال 2021 تا امروز 6 مراتبه جلسه های خود را برگزار نموده مسئله های گوناگون حزبی و سیاسی را مورد محاکمه و بررسی قرار داده است. همزمان از جانب اعضایان حزب بیش از 500 واخوری و ملاقات‌ها در موضوعهای گوناگون با آموزگاران و خوانندگان و پدر و مادران گذرانده شده به اشتراکچیان عاید به سیاست دوربینانه و سازنده سرور دولت که از پیام نوبتی پرزیدنت کشور به مجلس عالی برمی‌آید صحبت‌ها گذرانده شده است. ساحه معارف پایتخت در تطبیق سیاست خردمندانه و آبادکارانه رئیس معظم حزب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال تا سال به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده ایستاده است. همزمان در ادامه مجلس حساباتی رئیس و معاون رئیس تشکیلات ابتدایی عرفان از نو تعیین گردیده دیگر اشتراکچیان جلسه نیز معروضه نمودند. در سال 2021 با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصتا رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارهای بنیادکاری و ساختمانی تعمیر و تجهیزاندن مؤسسه‌های تعلیمی راه‌اندازی گردیدند. این زمان در پایتخت با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران وطنی ساختمان 23 عدد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و یک عدد مؤسسه از حساب شرکت ساختمانی بالستروی انجینیرینگ فدراسیای روسیه اینچنین 8 عدد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی آغاز گردیده کارهای ساختمانی آنها با مرام ادامه دارند. باید گفت که تا آغاز سال نو تحصیلی 2022-2023 از شماره مؤسسه‌های بالاذکر 11 عدد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 2 عدد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی که در آنها ساختمان از نوسازی رفته ایستاده است مورد بهره برداری قرار داده می شوند. در ادامه مجلس حساباتی انتخاباتی تشکیلات ابتدایی حزب عرفان به یک قطار فعالان سپاسنامه‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه و سرایوسط معارف شهر دوشنبه تقدیم شد. سرایوسط معارف شهر دوشنبه در فعالیت حزبی خود در تشکیلات ابتدایی عرفان متحد گردیده بهر در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رئیس معظم حزب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و مقامات‌های بالای ساحه اینچنین در تطبیق عملی سندهای معیاری حقوقی ساحه معارف من بعد نیز چاره‌های عملی می‌اندیشد.